اونایی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن و میخوان ببینن که چطوری از تو کورس‌ها رو باید نصب کرد. از تو کورس‌ها یه بازیه که ما میتونیم آنلاین هم بازیش کنیم و هر طوری بخوایم بازیش کنیم و امروز میخوام بهتون آموزش بدم چطوری از تو کورس‌ها رو باید نصب کرد. وارد برنامه مارکت میشیم، میزنیم سرچو، میاره از تو کورس‌ها. وقتی که از تو کورس‌ها رو آورد اینجا چند بازی میاره که ما داریم میبینیم. اون اولینی که گفتم اینه، دومیش هم اینه، سومی این بازی رو که اینجا نوشته اجرا. الان من براتون که ادیت میزنم. ما اینو باید نصب کنیم. خودش هم چند مگابایت یه لحظه درست یادم نیست از کجا. خب حالا اینو نصب کنیم. حالا میریم به سمت بقیه کارها. میایم اینجا 120 اینو از گوگل پلی میتونین دانلود کنیم. اینجا یه لحظه مینویسیم 120 میاره اینجا. این بازی رو از لگ در میاره. فیلتر شکن جامپ یکی از بهترین فیلتر شکن سال بوده و ما داریم اینو روشن میکنیم و میریم. وقتی که توی جامپ بریم سراغ بازی چی بگم، چیز نیست، فیلتر نیست، فقط هماهنگیه. ببین مثلا میخوای آنلاین از راه دور با دوستت بازی کنی باید فیلتر شکن بزنی. من ایرانی اومد جلو، من بازیش کردم. خب الان میام پولم اینقدر، یه ماشین باز میکنیم. خب من میام اینجا سرورها رو میاره که الان هیچی نیست. من میخوام یه چیزی رو برات بگم. حالا یه لحظه بچه این تنظیمات رو بچینید. یک چیز به شدت خوب میاره. مثلا گوشیت خیلی کمه، چیزش ضعیفه، اینو بچینید عالی میاره. حالا گوشای قوی اینو بیان 100. گوشی ضعیفه یه کاری بکن. این مال گوشیای خفنه. فقط گوشیای خفن این 120 بزنید که خوب راست بیفته. گوشیای ضعیف اینو بزنید تمام، کار شما تمومه. من میرم به سمت بازی رو باز میکنم. 3 زمین میاره، اینا میاره که این شلوغه، این متوسطه، اینم حالا درست گفته باشم. من این زمین رو میزنم. این بالایی زمین بود، اونم براتون خود از کورسا برات بیارم. حالا یه لحظه من کاراشو درست کنم. یه لحظه قد بشین. خب الان من درستش کردم کارامو. الان این زمینه 120 روشن بکنیم لگ نداره. یکم من 120 فکر کنم روشن نکردم 120 پس در جلو شاید لگ بده. این چیزه، اینو میتونیم آنلاین هم بازیش کنیم. حالا میریم سراغ زمین اصلیش که خیلی باحاله. این زمین یه لحظه بیاره. این زمین مال از تو کورساست، مال خودشه. مال خود از تو کورساست
و میتونیم ما اینجا کورس بندازیم. من با یکی درگ انداختم، اسمش شوتی بود. از توشم از اول شخص هم میتونیم ببین، من گفتم که لک دارم. آره خلاصه اینو میتونید خوب بازی کنید.